آغاز میکنیم در محضر شما 458مین برنامه رادیو 7 رو. خرید کردم. یک خرید کاملا تابستانه. هویج‌های سرحال و نارنجی را انتخاب کردم و کمی فلفل تازه. طالبی‌ها را با دقت انتخاب کردم. اصلاً میوه‌های تابستانی وسوسه برانگیزند. حتی اگر نخواهی که بخریشان، باز هم میایی خانه و میبینی در سبد خریدت حضور فعال دارند. ولی میبینی که گوشت و مرغ در سبد خریدت حضور غیر فعال دارند. اصلاً در این فصل گوشت و مرغ نه فقط در سبد خرید، بلکه در معده‌ات هم باید حضور غیر فعال داشته باشند. اخبار مرغ میخوام بگم. الان مرغ اولا ماه رمضونه. درست. ماه رمضون قرار ما ریاضت بکشیم، کم بخوریم که به خدا برسیم. اصلا همش حواستون به خوردنه. اینقدر مرغ وارد کنید، من تو چیزو خرما رو صادر نکنید بدید مردم بخورن، چی وارد کنید. الان یه روز آگهی اعلان کردن گوسفند و گاو زندن بیاد و مردن بیاد و اینها. بابا چی قرار ما همش بخوریم؟ آره همین هم هست که تو ماه رمضان بیشتر چاق میشن تا بعد از ماه رمضان. توجه کنید، برای که هم افطار خوب بخورن هم سحری. نده بده گرسنگی بخورن. یه ذره واقعا روز اینقدر مملکت این کارش نکنیم. آخر خروس بی محل، همین یارو رو میگم. آخر مردک بی محل، مگر ابلاغیه وزارت ارشاد رو نخوندی که نباید درباره آثار تحریم صحبت کنی؟ در بحبوحه پیشرفت‌های نظام چرا ذرت پرت میکنی؟ چرا زرت و پرت میکنی و سیاه نمایی میکنی؟ یک نامه بخونیم. جمعی از بسیجیان دلسوخته در نامه‌ای به مقام عظما نوشتن ما چون می‌خواهیم با همین امکانات بهتر از اون باشیم که هستیم، برای مقابله با توطئه دشمنان در باب گرانی مرغ تصمیم گرفتیم گیاهخوار شویم. نظر شما چیست؟ مقام عظما در پاسخ فرمودند آفرین آفرین طیب الله، خیلی هم خوبه، مگر شما چیتون از بز کمتره؟ و اما یک داستان، یکی بود یکی نبود. چون گرونی مرغ بود، یک مرغی رفت بالای کوه تخم گذاشت تا دست کسی بهش نرسید. یک روز زلزله کوه رو به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم‌ها از دامنه کوه به پایین بلغزه. بر حسب اتفاق اون تخم مزرعه‌ای رسید که پر از مرغ و خروس بود. مرغ و خروس‌ها می‌دونستن که باید از این تخم مراقبت کنن و بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی اون بنشینه و اون رو گرم نگه داره تا جوجه به دنیا بیاد. اون مرغ پیر آیت الله جنتی بود. بعد از مدتی که روی تخم نشست و دید جوجه در نمیاد، تصمیم گرفت پرواز کنه و تخم مرغ رو به بالای کوه برگردونه و یک تخم مرغ دیگه جای اون برداره. اما تو مزرعه نظام همه هوش کردن. مرغ و خروس‌ها شروع کردن به خندیدن و گفتن تو خروسی و یک خروس هرگز نمیتونه پرواز کنه. بعد از مدتی اون دیگه به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی از دنیا رفت. فیلم مرغی که از قفس پرید به یکی از ترسناکترین فیلم‌های نظام تبدیل شده که هیچ کدوم از مقامات نظام نمیتونن این فیلم رو تا به آخر ببینن. انقدر این فیلم ترسناک بود، الان هم واقعا ترسناکه. یعنی الان اگه شما این فیلم رو دیدین نمیترسین، سری زنگ بزنین اورژانس بیاد شما رو ببره، چون مطمئن باشه یه مشکلی دارین، چون آدم نرمال باید از این فیلم بترسه. و اینک کلام آخر از بیانات مقام عظمای ولایت. ایشون فرمودند من از همه شما میخواهم این موضوع مرغ و تخمش رو اینقدر کش ندهید. اردوکشی خیابانی را برای خرید مرغ تمام کنید. مسئولیت له شدن مردم زیر دست و پا بر دوش کسانی است که این موضوع را کش دهند. من، منظور مقام عظمای ولایت، تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نشده
و تا مرغ 80,000 تومانی هم ایستادگی می کنم. و در ادامه خطاب به امام فرمودند: امام ما، من جان ناقابلی دارم، بدن ناقصی دارم، اندک عقلی دارم، که ایناشو دیگه همه بهتر بلدین. حالا تو یک ترانه بخوان در سوگ مرغ.